دست نمیزنید براش 70-80 کیلو وزن است. ماشاءالله. خدا رحمت پیر پینتان یا حیدر کرار علی سر خدای لم یزال ادرکنی ای عقده گشای هر دلی ادرکنی بگو یا علی. ماشاءالله یه دستم بزنید به افتخار شاهی به ماشاءالله که پهلوان سلامتی همه پهلوانات صلوات بفرستید. بلند بگید یا علی. پهلوان اکبر یه دست بزنید براش اول بدنش گرم بشه. پهلوان اکبر شما بچه این احوازی من یه حرف بزنم. من گفتم وزنه رو هرکی دستای سالمه یه دست محکم بزنه به افتخار این پهلوان تشویقش کنه. ماشاءالله. بس کنین نغمه جنسو بدین سان کمان و نز و جشن نمی ترسی؟ بلند بگو نمی ترسم. داماد پهلوان میشی؟ بگو بله. بلند. آه مادر بزرگی دارم میدمش رو تو. چیلون بگوشو پرد زرخ اینه هم که از دیگه مسئول رکشیش خب مالا رفت داخل پیرنش یه دست غیرتی بزنید براش. اون پایین باد کرده تو بالا رو گرفتی. مالا کو های بیاده بلند شده اینجا. بالا رفت پایین ها. رفت جای دیگه من تو خاموش نمیگرده توی آفاید باشه. منو نگاه کن. بچه زرنگه جان علی براش چه دست بزنید. یه دست هر که دست بزنه اشتالا کشل بشه. بزنید یه دست رو بنده خدا دست نمیزنه. ارف نداره. منو نگاه بزن من درش شدم. شورت هم نداری تو. شورت هم نداری چی؟ اشتباهی در نداری. یه دست نمیزنید براش هم مار نمیترسه. اینا این دوتا رو میبینی این جمعش کنیم با اینا که نشون میدم همه رو جمعش کن. حالا برو وقت بشید مار بزرگا بره گردنه. اول این آناکوندا رو سیا ببینید این اصلا راه میده. هر برادر این ماما رو نگاه کن. همه سر دیگه سکوت کن. ببین ایناش تماشا کن. اول این سیا رو گفتم خرگوش خورده و قبول نکرد. دولا شکمش رو نگاه کنید این توپا. آقا ببین حواستون جیبتون کیفتون گوشیتون هیکلتون باشه. حواستون به مار پرت نشه. الله اکبر. از این بزرگی خدا از این عظمت خدا یه بار بلند بگید یا الله. بخیل میگه واویلا. هر کی حسود و بخیل نیست بلند بگه یا الله. پیج منو بزن مار فروشی پهلوان بیاد بالا. مارای منو نگاه کن. همین مارای میگه چقدر قشنگ داره راه میره. اینا زنده است پلاستیکی نیست. اینا خرگوش میخوره مرغ میخوره پرنده میخوره. نگذری از
خواهر برادر این مارا رو میبینی اینا همشون نر ماده هستن. خواهر برادر اینا رو من ماهی 4 جفت میدادم. این روی جعبه رو خالی کن، گوشی اکبر رو بهش بده، مار بزرگ آناکوندا بزرگ اراده کنه گوسفند رو میخوره. تماشا کنید. اما من بهش پرنده میدم، مرغای تلفاتی بهش میدم. عوارز عوارز بهش کنید پسر دیگه سکوت کن. اینم این مار بزرگ 3 تا ضربه بده وسط. این ضربه اول بلند بگید یا علی. جعبه رو پر کرد. نمیگی مارا، میگی اجلاس اومد بیرون. بلند بگید یا علی. خواهر برادر این مارا رو میبینید دست منه؟ اینا رو من ماه یه بار جفت میندازم. یه جفت مهره نر ماده زیر گردن این مارا در میاد. پاکستانی ها میگن در مهره، هندی ها میگن مهره گل، ایرانی ها چی میگن؟ مهره مار. ایمان دور بدن همه نزدیک نگاه کنن. جناب مهره مار برای رزق و روزیه، مهره مار برای گوشه ها و شکاره. این مال خودم رو دور بدن همه ببینن. بینید دست خودی نمه بذار کف دستت. آقا بسر این مهره رو نگاه کن. اگر چشمت افتاد یه نیت کن. این مهره برای رزقه، برای گشایشگاهه، برای شانسه، برای جذبه، برای روزیه، برای محبته، برای زبانبنده. هر کی گرفت قدرشو بدونه. قیمتش میلیونیه. اینترنت بدم میاد بالا. اما من امروز از کسی نمیخوام. اونی که اعتقاد به مهره مار داره آخر میدان این مار رو ببینید برید. پهلوان اونی که اعتقاد داره دستشو بگیره بالا. شماره همراه آدرس و منزل بهش میدم. یه جو بقیه مهره نر و ماده بهش میدم. قیمتش میلیونی، ازت نمیخوام. آره گوش کن. اما من بدن تو اینترنت داشت. بدن اینترنت داره گوشید عکسش بیاد بالا. 4 میلیون 5 میلیونه. امروز از دیدم اندازه این چوب بوده. الان 1 سالشه. 1 سالش هم نشده. 11 ماهشه. آره اینا اگه بزرگ بشه آدم میخوره، گاب میخوره. این که هنوز عمری نداره. 1 سالش هم نیست. آقا خال رو بدن ما رو نگاه کن. خال رو مهره ما رو نگاه کن. مهره ما رو پاکستانی هم من میگیری. گرفتی قدرش رو بدون. برای رزق و روزی یه دونش رو بذار تو جیبت باشه. این دعا داره برات میزنم. همین الان روش نیت کن. جیبت خالی عروضی نشد برای من دعا کن. تبلیغ منو دوست آشنا بکن. ایمان یه دور بدن. هر کی یه دونه 200,000 بهت داد یه دونه از اون مهره دستش بده. کسی نخواست این ما رو بخوام بذارم گردنت. ابوالفضل نمیترسی؟ مطمئنی؟ بچه ها شل میگی نه نمیترسی؟ بلند بگو نه. ماشالله. ایمان هر کی خواست یه دونه 200 تومن دست بده. ایمان از دستش این مهره رو بگیره. کسی نخواست بذار من این ما رو بذارم وسط زیرانداز. بذارمش اونجا همه تون نگاه کنید. هر کی میخواد از دستش بگیره. 200 تومنه. دست بهش بده از دستش بگیر. 200 تومن پول ماشین نیست، پول خونه نیستش. ایمان همونجا وایسه. هر کی میخواد بیاد اونجا از دست ایمان بگیره. آقا اونایی که مهره میخوام برن اونجا پیش ایمان بگیرم. 200 تومن پولی نیستش. قیمتش میلیونیه. 938 122 لعنت نزن. اما گناه داره این حیوانه. 938 122 93 91 938 122 93 91 200 تومن پولی نیست. اما یه دونه از اینا بذار تو جیبت خالی عروضی نشد. یه دونه از اینا بذار همراه باشه پیش دشمن برو. باید برادر شد منو دعا کن. بذار اینجوری مثل من تو جیبت. از خودت جدا نکن. بذار همیشه اینجا تو جیبت باشه. از خودت دورش نکن. بذار با خودت باشه. اینا دور بدن شما رو گوشی داره زنگ میخوره. سف حتی شما من گفتم تبلیغ منو بکن. من خودم مطمئن نباشم شما رو بدن. دون بده بهش. ایمان هر کی هم دستش خالی بود این پوست ماره. ببین اون آبجی میگه پوست مار داره. این پوستشه. نه مرد پوست گاو نیست. جفت همین مار بزرگه بود. نگاه کن مردش. گوشتشو خانم دکتری تهران هم من گرفت. چربیشو در آوردم با داروهای گیاهی قاطی میشه. حواستون گوشیاتون باشه. چند باره میگم گوشیاتون نگه دار. آقا ببین اینو میبینی دست منه. این مرد. من چربیشو گرفتم. روغن مرد برای کمردرد، برای پادرد، برای سردرد، برای سینوزیت، برای میگرن، برای جوش، برای لک خاصیت داره. پهلوان نکرد. از کسی پول نمیخوام. تو این مردا کسی هست الان کمرش، پاش، سرش، دستش درد میکنه دستشو بگیره بالا. کجا درد میکنه؟ بیا اینجا یه دقیقه بشین رو صندلی. نه اونجایی نیا جلو. نمیدم که. نمیدم. کجا درد میکنه؟ شما هم بیا اینجا. شما هم بیا. همین 3 نفر بسته. کسی دیگه